امروز شما از صبح تا حال که اینجا شدین کس کتان کمک کنه؟ نه خریدم یک پیشو. نه بچه کی کمک میکنه خدا کمک شد کتی موش. چرا خاله جان قندم قدر دلتان نقطه کرده که تو واقعا مرد شو کنی؟ دل من در میکنه که میگم در خونه کس نداشته باش. من پیچه سفید پیش نانم برایم فروشگاه میگردم تا که یک چند افتادی بینه تشنیم. نه جان جون باشی تو کنم خدا همزه خوشخوی است این خنده و لبایتون است. حالا تو است که یک شعر است که میگه دلا به باغ بره و مشرب از انار بیاموز که موج خون بر دل و خنده بر دهان داره. چرا کنیم دیگه مجبور هستیم دیگه. موفق باشین نام خدا. به نظرم که شاعری رو خیلی خوش داری. آقا چطور نه علاقمند جان جور از خدا. نامک چیه؟ سرور خان مصروف چی کار هستی؟ اینمی جواری تازه جواری است یا نه؟ تازه جواری است. چرا یک در دیگه؟ من از تو میترسم کدام بکسال داری نزنید تو از من میترسی که باشی سوالای جالب نکنه. نه نمیترسم. خب خیلی تاسون کامرا گرفت در مورد بینده های سلام پرتو برشان نامتون برشان. امروز اگر من حیث رئیس جمهور اینجا شما قرار می داشتین میشیشتین چی کار میکنید؟ کار انجام میدادین یا نه؟ خدای دې وکړي چې وطن هم جوړ شي د ټول جمهور رئیسان دي چې وطن ته خدمت وکړي که موږ هغه نه وي او چې دا ازبک دی تاجک دی هزاره دی پښتون دی خدای دې وکړي چې هغه وطن سړی قایم شي په وطن باندې چې وطن ته خدمت وکړي د وطن آینده نسل لپاره خدمت وکړي بس دا هر یو جمهور رئیس چې وطن ته خدمت کوي. اگر رئیس جمهور پیسه‌دار می‌بودین دارادار می‌بودین با کسایی که مثل افراد که لب سرک شیشتن کرچیران هستن کمک میکردین خدمت میکردین یا خدا یک آدم بلند میگرفتین و هیچ وقت دست خیر نمیدادین؟ کمک خدمتگارشون نمیدین. از افغانی ذکر که ملت افغانستان هم تبخیر پایمال کرد. ملت افغانستان نمالی از نصف صد روشنگی و فرختی بیچارگی اردم شهید است. سلام و درود خدمت تمام هموطنان عزیز. خدا کنه جور و سلامت و سرحال باشین و هر جا که هستین دور از گزند روزگار. سعدیه جلال هستم در خدمت شما از چینل یوتیوب حریر میدیا. عزیزای بیننده امروز آمدیم در سطح شهر تا گزارش برای شما بس داشته باشم و ببینم که حال احوال مردم از چقدر است و نگفتن نمانه. موضوع برنامه امروز ما این است که از مردم سطح شهر پرسان میکنم اگر بجای رئیس جمهور ما می بودن چی کارا را انجام میدن. تا آخر بیننده برنامه ما باشین و تنها نگذارید. سلام خاله جان. سلام علیکم. خوب هستی؟ صحتمند جان؟ خوب است. شما خیراتی؟ شکر زنده و سلامت باشی. خدا که خوب هستی؟ شکر. نه به خدا روزگارم لقت. خودم بیوه دخترم بیوه روزانه فروشگاه میگم 4 بجه در دانای نانوایی میشون برای شب نان جمع میکنم. روزگارم خوب نیست بچه. هر روز اینجا بین خاله جان؟ هر روز گاهی در یک جای گاهی در یک جای. این صبح آمدیم یک تا کردیم نداد کسی نمیتایی بچه. در خانه کسی کارگر نداره؟ نه خودم هم بیوستم دخترم هم اتیمای از او هم است از خودم. از خود هم یتیم مانده او از دخترم؟ از دخترم روز فروشگاه میگردم 4 بجه دان نانوایی میشینم تا شود. امروز شما از صبح تا حال که اینجا شدین کس کتان کمک کنه؟ نه خریدم یک پیشو. نه بچه کی کمک میکنه خدا کمک شد کتی موش. چرا خاله جان قندم قدر دلتان نقطه کرده که تو واقعا مرد شو کنی؟ دل من در میکنه که میگم در خونه کس نداشته باش. من پیچه سفید پیش نانم برایم فروشگاه میگردم تا که یک چند افتادی بینه تشنیم. نه جان جون تیتونه بستیم آرام باشین کلتان آرام باشین. من خواستم بیایم امرویتان چند دقیقه سخنان داشته باشم و چند دقیقه از دلتان آگاه شم. اگر شما بجای رئیس جمهور افغانستان می بودین بجای رئیس جمهور خود ما می بودین چی کارا را انجام میدادین در کشور؟ چی مینو چیزی که در خوار غریب میکردم چیزی که در دست میامد میدادم ولی خدا نداد مرا. خدا ازم شهیدم کرد. گاهی در یک جای میرم روزانه فروشگاه میگردم افتادم در خوردم در بینی موقع شد بس خودم بیوستم دخترم در گردنم. خداوند مهربان است خاله جان خندم. انشالله هر چقدر توانایی داشته باشیم که کمک میکنیم چی ما باشیم چی کسایی که دور از کشور هستن کسایی که شما را خارج از کشور هستن میبینن بینده هستن چی گفتنی داری چی پیام داری برشان چی خواست داری ازشان؟ خواست اینمی دعایم است که میمر جای باشن آرام باشن سخری سرفراز باشن بس چی کتی من یک دختر کمک میکنه
اینم تو کمک میکنه نه تو پیسه برام از دست میآید برام 2000 میته دگار خودش میگیره. این کی هستی؟ فراموش نیستی؟ نه میرم خانهشون گمش کو دختر جان دیگه پیسه رو خودش میگیره 2000 مرا میده که دم قطعی مایی. خیلی خواهد خندم. زنده باشین تو هم خوش باشی. انشالله کسایی که دور از کشور هستن کسایی که توانایی دارن ما ایره برشون آرزو میکنم که همیشه سربلند و موفق باشن. اگر توانایی کمک دارن به کسایی که بینواسن و نیازمند هستن شماره ما روی اسکرین ظاهر میشه. کمک هایتان ادامه بدین تا ما دست بی بزاعت رو بگیریم امروزشون کمک کنیم تا آخر بنده برنامه ما باشین. ما تنها نگذاریم. خداحافظ خاله جان. باشن خدا رام داشته باشی. شما رو هم تنوبت به خدا میرم خانه و تو کنم. سلام علیکم پدر جان. و علیکم السلام. خوب هستین صحتمند جون تونجور؟ شکر. مزاحم خود نیستم ان شاء الله. نه ان شاء الله مزاحم نیستیم. هم تو رو آمدم گفتم قار نشین سر. نه چرا قار شدیم؟ نامتون چیست پدر جانم؟ نام محمد اکرم ولد خودم نقشبند. خب چی میکنین؟ مصروف چای خوردن هستی؟ چای نوش جان میکنین؟ چای نوش جان میکنیم. کراچی یک تایره باربری میکنیم. گاهی وقت کار پیدا میشه گاهی وقت نمیشه. چطوره باز امروز کار کردین یا نه؟ نه ولی امروز ما تقریبا یک سیر پکار کردیم دیگه. سیر پکار کردین؟ باشه تو کنم خدا خوشخوی هستین خنده و لبایتون است. حالا تو راست که یک شعر است که میگه دلا به باغ بره و مشرب از انار بیاموز که موج خون بر دل و خنده بر دهان داره. چطور کنیم دیگه مجبور هستیم دیگه. موفق باشین خدا. به نظرم که شاعری رو خیلی خوش داری. چطور نه علاقمند شاعری هستم. مکتب خوندید کجا؟ تا صنف 3 مکتب خوندم. صنف 3 خوندیم. با چطور دوره مکتب خوب تیر شده بود؟ خوب بود. دوران ظاهرخان بود دیگه. خوب دوره بود. امسال چطور است؟ خوب میگذره بد میگذره کاربار میشه نمیشه؟ بگویم بد میگذره هم چیز چاره نیست. اگه بگویم خوب میگذره هم چیز چاره نیست. کاری است که مثلا یک روز آدم یک کار میافه یک روز نمیافه. یک روز اگر خرج خانه را پوره کردم دیگر روز پیسه کرایه خانه بند میمونه. خانه کرایه؟ خانه کرایه است بله. خب پرجان عزیزم چای تا میبخشی که یخ میکنم اگر قسم میکنم. پرجان عزیزم اگر شما بجای رئیس جمهور کشور ما می بودین چی تصمیمایی داشتین در کشور چی کارایی میکردین؟ کدام پیشنهاد میدادین به مردمایی که زندگی میکنن کمک میکردین چه قسم کارا انجام میدادین؟ کمک میکردم بخشون همه مردم در کار غریبی هم شامل میساختم که مردم احتیاج محتاج کس نباشه. خداوند دست به دست احتیاج نسازه. بازم که احتیاج میباشه یا باز پاچا یا باید که غریبا که بیچارا که بیکارا کمک شوند ان شاء الله. اینطور گپ نیست که ما بگویم ما پاچا باشم این کارم میکنم اون کارم میکنم. این به دست خداوند است. این امروز فکر کنید شما در چوکی رئیس جمهوری شیشتین امروز چی کارا شما پیش میدید؟ چوکی رئیس جمهوری خو نه فکر احساس کنید که در چوکی رئیس جمهوری گفتم که ما طبقه غریب بسیار دوست دارم. پورا با کارم میکردم بخشان کار میاثر میکردم. چرا که غریب که احتیاج نباشه محتاج نباشه دست به دست درازی نکنه اما بهتر است که در کار غریبی باشه. در کار باشه در غریبی خود باشه در بیکاری چی بده روز بگو بیکار. امروز چند کار کردی؟ امروز گفتم بخش سیر پکار کردیم بس. امروز رئیس جمهور ما امروز سیر پکار کرده. شکر که لبخند بالا بایتون. آره چه کنم ان شاء الله تا شام ما میگم هر کس کار بار شوا نشده که کل پیسه خوبه. ان شاء الله. دست خود بخدا. داشی از این چای من یک شب سلا نکردی. وای چرا نه یاد دفعه میگه. باش که زمین یک شب چای مخورم یکم مانده شده. چای شما دیگه مزه داره. والا دیگه زمین سماوات دم میکنیم دیگه. نوش جانتان پرجان عزیزم پیام خاص گفتنی به بینده های عزیز. پیام مینویس که مردم باید که کوشششون 100% دمی باشه که یک کار یک بیچارگی یک چیز وقت خود میسر کنن کار کنن. خوشبختی انسان در کار است. مرد خداوند برای کار پیدا کرده و سیاست خداوند برای خانه پیدا کرده که سیاست در خانه باشه مرد کار کنه بیاره وقتی پیدا کنه به هر طریقی که میشه باید پیدا کنه بیاره. موفق باشی پدر عزیزم خدا حافظ. خوش شدیم. باشه پیش برادر دیگه بریم که اینجا چرت میزنه. سلام. و علیکم سلام. خوب هستی جان جو؟ اینا فارسی گفته می‌بینی من فارسی نمی‌فهمم. خیلی تو پشتو آیا. خیر دی قلاری ده شکر. جان جور از خدا نامه چیه؟ سرور خان. سرور خان مصروف چی کار هستی؟ انا می جواری.
جواری تازه جواری است یا نه؟ تازه جواری است. چرا ریحتی در رو دیگه؟ نه من از تو میترسم کدام بکسال داریم نزنید تو از من میترسی که باشی سوالای جالب نکنم. نه نمیترسم. خب خیلی تاسون کامرا یک دفعه ببینید بنده های سلام پرتو برشان نام تان برشان نوم سرور خان د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. دلته په کابل کې را جواری خرڅوم اخره بس گزاره کیږي یو 200 روپۍ پاتې کیږي. مدت چند سال است که اینجا جواری فروشی میکنید؟ یعنی 13-14 سالو شو که دمی 13-14 سال شکر که احسن و توانایی امید داری نرفته. ما شکر ده خدای روزی پکی راکایی بس. خبر شدم که امروز میگن رئیس جمهور شدی میگن. نه جمهوری. چرا هی گفتی؟ امروز اگر به من حیث رئیس جمهور اینجا شما قرار می داشتین میشیشتین چی کار میکردین؟ کدام کار انجام میدادین یا نه؟ خدای دې وکړي چې وطن هم جوړ شي دا ټول جمهور رئیسان دي چې وطن ته خدمت وکړي که موږ هغه نه وي او چې دا ازبک دی تاجک دی هزاره دی پښتون دی خدای دې وکړي چې هغه وطن سړی قایم شي په وطن باندې چې وطن ته خدمت وکړي د وطن آینده نسل لپاره خدمت وکړي بس دا هر یو جمهور رئیس چې وطن ته خدمت کوي موفق باشی. پیام خاصت ببینده های بعد پیغام دغه پیغام می دی چې خدای پاک دی په وطن کې آرامي راولي صلح راولي او خاص یو پیغام می طالبان ورون تم دغه دی چې زنانو ته اجازه ورکړي جنکیو ته اجازه ورکړي چې مکتبونو ته لاړ شي یو دوی ته د کار یو فرصت برابر کړي چې خپل کارونه وکړي چې نور مملکتونو ته لاړ نشي ایران ته ترکیه ته د سختو لارو باندې قاچاقي لارو باندې ځي باید ځوانانو ته هم دلته کاروبار زمینه برابر کړي چې خارج ته لاړ نشي. خدا حافظ. خوش شدم بیادرم و کارکایت برست. بینده های عزیز برنامه ادامه داره با ما همراه باشین و مرا همراهی کنین تا آخر تنها نگذارین. دوستان عزیز کنار کراچی انار هستم که هر انار است تازه دیگه. که باش صاحبش کجا سلام کوکا. سلام علیکم. خوب هستی جان و جو ساعتا کامل؟ خوب هستین؟ چطور سال احوالت؟ شکر فضل خدا شما خوبه؟ نام خودم تو سال مویایت مقبول است. والله چی بود؟ نه؟ اینجا دیگه چیز گفتن نمیتونی واقعا دارم مویایت مقبول است. خدا یک معرفی کو به بینده ها عزیز. محمد سلیم هستم. محمد سلیم چند ساله؟ سال مرا چی میکنی؟ سال مرا چی میکنی؟ اما تو از سوال کردم مدت چقدر وقت شده که آب انار مفروشید؟ تقریبا از ما 4-5 سال که مفروشیم همیجا هستیم. گاهی او انار رو در موسم هر کارم هرچی. انار کجا هست؟ چند رقم انار داری؟ از کدام ولایت هست؟ انار قندار است، از تگاب است. از اینجا است باز ما فعلا انار قندار میفروشیم. انار قندار چی خوبیت داره که میفروشید؟ شیرین است. زیاد شیرین؟ بله. انار قندار یا خوب چیز بوده؟ عزیزای بینده میگه انار تا انار است یا انار قندار است. بله. شیره که زیاد داری یعنی مکمل یاد ندارم. نه بله. یاد نداری؟ باز اگه من یاد گرفتم کدام روز براتون میگم بینده های واقعا بسیار انار حالی است. خب از صبح تا حال چقدر شما فروختین آب انار؟ 15 گلاس فروختیم. 15 گلاس؟ هر گلاس را که شما میفروشین گلاس چند تمام میشه؟ تمام شده 40 روپیه 35 روپیه تمام میشه. 45. بله. خوبه بس. اگه امروز ما بگویم یک گلاس بر ما آماده کو باز بر من گلاس چند آماده میکنی؟ بله خدا دیگه پیسه نه پیسه. تو بگی یک سیرپگی بر ما آماده کو ما پیسه شمیدم میده های زال نگی سادیا در جان کاکا زد نیمه جان کس نمیزنم. خب کاکا جان اداره شیرین برام پرتیکاله. او دار باشه. باز خودتونم یگان روز نوشجان میکنی یا نه؟ آه که نخوریم خدا میشه. 100% دیگه گلاس نوشجان میکنی؟ آره دانت زیاد میخوریم یک گلاس 2 گلاس 3 گلاس. با کجا فایده داره می آب انار؟ والا اینو میگم به چربی خون برات چطور فایده داره؟ با قلب چطور؟ خوبه برای فایده داره. فایده داره؟ بله. بینده های عزیز قلب باش من یک سوال دلم کنم این قلب خودت چطور است؟ آب انار زیاد خورده تازه است یا نه؟ آه فضل خدا خوبه. کدام کس خونش کستنده قلبت؟ نه دیگه. نه؟ نه خیر. انشالله پیدا میشه منتظر باش. بفرمایید. عزیزای بینده من از برادرم پیامت گفتنی چی است؟ گفتنی دیگه چیزی ندارم. قصه های ما ادامه داره تا که آب انار نوشجان کنم برنامه ادامه داره مرا همراهی کنیم. خب ما دوستای عزیز
آب انار نوشجان کردیم، واقعا بسیار طعم خوبش بود، واقعا که شیرین بود. دیگه ما صفتش نمیکنیم چون بیادرم هر روز میخواد خودش صفتش براتون کرد. و امروز من از تو سوالات میکنم که باید تو صادقانه بند جواب بدین. اگر شما امروز من حیث رئیس جمهور کشور ما در سطح کابل یا در سطح شهر ما یک چوکی می داشتین، با شما من حیث رئیس جمهور چی کارا انجام میدادین در کابل؟ چه خدمتا میکردین؟ خدمت میکردیم که دیگه بلاک جور میکردیم با آپارتمان به حساب می کاروبار مردم که می یک شب جور میکردیم، یک ذره کاروبار مردم سر شود. اگر رئیس جمهور و پیسه‌دار میبودین، دارادار میبودین، با کسایی که مثل افراد که لب سرک شیشتن کرچیدان هستن کمک میکردین، خدمت میکردین، یا خدا یک آدم بلند میگرفتین و هیچ وقت دست خیر نمیداد؟ کمک خدمتگارشون میبودین. موفق باشی ان شاء الله، خداوند بارزوی دلت برسونه. بخیر باشی. تشکر. یک روز در چوکی رئیس جمهور ببینم باز افتخار کنم برات. تشکر. خیر باشی. پیام خاص گفتنی؟ پیام ده گفتنی نداره. خداحافظ. خداحافظ.